بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله تعالی دوام میدهیم از شرح های نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالی. شرح باشد از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد عباد. الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. موضوع درس امروزی ما فروض الوضوء، یعنی فرضهای طهارت. قوله یعنی قول صاحب متن از چنین عبارت است که فرمود: و اما فروضه فسته غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. نعم. خب، یعنی و اما فرضهای وضوء 6 تاست. شستن روی است، از جمله مزمزه و استنشاق است. حد رو از جهت طول از جای رویدن موی سر است تا زیر منه و از جهت پهنایی تا بیخی گوش هاست. دویم شستن دست هاست تا آرنج ها. سوم مس کشیدن تمام سر است از جمله گوش هاست. چهارم شستن پای هاست با بجلک ها. پنجم ترتیب. ششم پای در پای. و دلیل سخن او تعالی است، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید چون به نماز برخیزید روی و دستهایتان را با آرنج بشویید و سر خود را مس کشید، پایهاتان را تا اشتارین یعنی تا بجلک بشویید. سوره مائده آیه 6. و دلیل ترتیب حدیث است، یعنی از آنجا که الله آغاز کرده است از همان جای آغاز کنید. و دلیل پای در پای حدیثی صاحب لمعه است، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که هنگامی که مرد را در پایش به قدر درهم جای خشک را دید که آب نرسیده است، آن را به اعاده امر کرد، یعنی وضو را از نو آغاز کردن. خب، نه. الشیخ علامه شارح عبد المحسن حفظه الله تعالی می‌فرماید: صفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. یعنی طرز و نمود و صفت و کیفیت طهارت همچون بیان و روشن در کتاب الله و در سنت رسولش صلی الله علیه وسلم آمده است. ففي كتاب الله عز وجل جاءت في سورة المائدة في قوله تعالى. بس در کتاب الله عز وجل در سوره مائده آمده است در قول او تعالی: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده، اذا قمتم الى الصلاة، چون به نماز برخیزید، فاغسلوا وجوهکم، روی های خود را بشوید، و ایدیکم الى المرافق، و دستهایتان را بشوید تا
آرنج و امسحوا برؤوسکم و به سرهای خود مسح بشکید و ارجلکم الی الکعبین و پایهای خود را بشویید تا بجلک ها. و معنی قوله اذا قمتم الى الصلاة، معنی قول الله تعالی اذا قمتم الى الصلاة ای اردتم القیام لها، وقتی که شما ارادی به نماز برخیستن کنید و انتم علی غیر طهارت، شما ناپاک باشید، بی طهارت باشید. مثل قوله تعالی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، من تفسیر یعنی ای اذا اردت القراءه، وقتی که قرائت کردن را اراده بکنی. و اما سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاءت من قوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اما دلیل از سنت رسول صلی الله علیه وسلم از قول پیغمبر و از فعل پیغمبر صلی الله علیه و علی آله وسلم آمدگی است. و من ذلك، و از جمله عن حمران مولى عثمان بن عفان، حمران وهو حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. یعنی از جمله همون دلیل هایی که از حدیث آمده. از حمران مولای عثمان بن عفان روایت میکنند که وی عثمان را دیده است. چی کرده است عثمان فریاد کرده است با آوردن دعوت کرد، یعنی طلب کرد آوردن آبی طهارت میکردی، چون که وضو به فتح الواو این چی میشد؟ همان آب است که با وی طهارت میکنند. فافرغ علی یدیه، بس به دستانش چی من انائه از همان ظرف گرفته ریخت، بس هر دو دستانش را 3 مراتب شست. ثم ادخل یمینه فی الوضوء، بعد از آن دست راستش را در آب طهارت میکردگی در آورد. ثم تمضمض و استنشق و استنثر، چیکار کرد؟ بعد از آن دهانش را شلقه کرد، تازه کرد و در بینیش آب گرفت و بینیش را افشاند. ثم غسل وجهه 3، بعد از آن رویش را 3 مراتب شست. و یدیه الی المرفقین 3، و دستانش را تا هر دو آرنج 3 مراتب شست. ثم مسح برأسه، بعد از آن سرش را مسح بشکید. ثم غسل كل رجل 3، بعد از آن هر یک کدامی از پایها را چیکار کرد؟ 3 مراتبگی شست. ثم قال، بعد از آن گفت رأیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یتوضأ نحو وضوئی هذا، من پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم رنگی مانند یعنی که همین طهارتی من طهارت کرد. و قال، بعد از آن گفت من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. چی گفت که کسی که رنگیت همین طهارتی من طهارت سازد، بعد از آن 2 رکعت نماز گذارد، لا يحدث فيهما، در این 2 رکعت نماز چیکار نکند؟ حدیث نفس نکند. الله سبحانه و تعالی با او که او را مغفرت میکند آنچه را که از گناه ها تقدیم کرده است یا که گناه های گذشته الله مغفرت میکند. رواه البخاری و مسلم، حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند. و غسل الاعضاء 3 هو الوضوء الكامل، یعنی 3 مراتب شستن عضوها این را وضوء کامل میگویند. ولا يجوز زیادت علی ذلك، از این زیاد جایز نیست، این از 3 مراتب زیاد کردن ممکن نیست. وقد جاء الوضوء مرتين و مرة، طهارت یعنی صفتی طهارت 2 مراتب و 1 مراتب آمده است. والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة جميع اعضاء الوضوء، یعنی وضوء واجب اساسا 1 مراتب است، همه جا را فرا گیرنده باشه، جمعی عضوهای طهارت میکرده باید چی فرا گیرد. و فروض الوضوء 6، و فرضهای وضوء از 6 تا عبارت می باشند میگوید شیخ. الاول غسل الوجه، یکم شستن روی است. یکم شستن روی است.
وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية. خب و حد روی از جهتی درازی، یعنی که از پایان به بالا، که از بالا به پایان، از همون جایی که موی سر می روید از همون جا تا اونجا که ریش، یعنی که چه فرامده است، تا درازی ریش بیم. و عرضا وضعیتی پهنایی باشد مدون الاذنین، میان گوش ها، و الاذنان فی الوضوء من الرأسی فتمسحانی، و گوش ها خودشون باشند در وضوء از حسابی سر می باشند، بنابراین با همراه سر یک جای و یارا مس کشیده می شود. ولیست من الوجه فتوصلانی، یعنی گوش ها از حسابی روی نمی باشند که بس ویها را شسته شود. و تخلیل اللحیه مستحب، و خلال کردن ریش مستحب است، یعنی که در داخلی ریش آب گذارانیدن، آب ریختن، اشاره شانه کرده یا به انگشتان. و يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهه. واجب است در شستن روی همون شستن آن چیزی که به همون روی آورده می شود، یعنی همون هر چیزی در روی دیده می شود چیزی نمایان است. فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية، و خلال ریش در این داخل نمی شود. و يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، در شستن روی در دهان و بینی آب گرفتن هم داخل می شود، کما جاء ذلك مبینا في حديث عثمان رضي الله عنه و غیره، چخلی که این بیان و روشنی آمده است در حدیث عثمان رضی الله عنه و در غیر این حدیث در دیگر جا. الثانی یعنی فرض دویم وضوء غسل الیدین الى المرفقین، شستن هر دو دست است تا آرنج ها، و ذلك من اطراف الاصابع الى نهایت المرفقین، این آغاز می‌یابد از سری انگشتان تا آخری چه تا پایان آرنج ها. و المرفقان داخلان فی الغسل، و هر دو آرنج در شستن داخل می شوند. ولا یکفی فی غسل الکفین فی الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء، و کفایت نمی کند در شستن کف ها در وضوء شستنشان را پیش از آغاز وضوء. مثلا پیش آغاز وضوء دست کفاش شستگی بود که در وقتی یکون فرض به جا آوردن و ها رو با از نو میشوید. گفتی صداست برای ما از سری انگشتان آغاز میکنه، لأن ذلك مستحب، زیرا این مستحب است، الا عند القیام من النوم، یعنی همون شستنی دست ها در وقتی نفس وارد سر مهنه دست ها رو میشوید که این مستحب است، مگر در وقتی از خواب برخیستن فإنه واجب، در این حین واجب است میگوید شیخ، چون که از خواب خستگی باشد نمیداند دستی در کجا رسیده است. و غسل الیدین یکون بعد غسل الوجه، و شستن دستان بعد از شستن روی می باشد. فلا یکفی ما کان قبله، قبل از این هر چی که باشد یعنی که کفایت نمی کند. خب الثالث مسح الرأس، سیم، یعنی سیم فرضی وضوع چی بوده است؟ خب مسح کشیدن سر است. و یکون مرة واحده، یک مراتب می شود. یبدأ فیها من مقدم رأسه الى مؤخره، از همون پیش سرش آغاز می کند تا آخر سرش. ثم یعود الى المکان الذي بدأ منه، بعد از آن بر می گرد به همون مکانی که از همونجا آغاز کرد. و ما استرسل من شعر المرأة فإنه لا یمسح، و اون موی زنی که مثال گیریم دراز می باشد، یعنی سرش به درازی مویش چی مس نمی کشد و مس نمی کشد، بل یکتفی بالمسح الى مؤخر رأسی، بلکه کفایت می کند همون تا آخری سرش مس کشیدن. و یمسح مع الرأس الاذنان، همراه سر
گوش ها را نیز مس کشیده می شود. الرابع یعنی فرض چهارم غسل الرجلین الی الکعبین، شستن پای هاست با همراهی بجولک ها، و الکعبین داخلانی فی الغسل، در شستن هر دو بجول هم چی داخل می شوند. و فی کل رجلین کعبان، در هر پا دو بجولک می باشد. ولیس المراد بالکعبین العظمین ناتئتین فی ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق الضلال، یعنی مراد از دو بجول و استخوان، یعنی که اون دو استخوان نیست که وایها ظاهر شده گستن در زیرون، در طرف بیرون قدم، شکلی که این را بعضی فرقه های گمراه میپندارند. فیمسحون الیهما، و با اونها چکار میکنن؟ مسح میشکن. فإن فرض الرجلین الغسل، یعنی که فرض هر دو پا شستن است، ولیس المسح، نه مسح کشیدن است. وقد دلت قراءة وارجلكم الى الكعبين، بتحقیق قراءتی وارجلكم الى الكعبين دلالت میکند بفتح اللام، یعنی بفتح لام وارجلكم. نعم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بينت صفة الوضوء على ذلك، و به این سنت رسول صلی الله علیه وسلم دلالت میکند که به بیان و روشنی انداخته است صفتی وضو ساختن را به همین. و اما قراءت الکسر فی و ارجلکم، اما قراءتی که با کسر لام آمده است و ارجلکم، فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين، والاعتماد عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب. خب، وهي محمولة على غسل الخفيف، این یعنی محمول بچه و شستنی سبک است، جمع بین دو قراءات، والاعتماد عليها، و اعتماد به همین است، یعنی به همین قراءت است. و ترک غسل الرجلین الذي دلت عليه قراءة النصب، و ترک کردن شستن هر دو پایی که دلالت به او قراءت نصب میکند. و دلت عليه السنة هو من اتباع المتشابه و ترک المحکم، و اعتماد به این کرده و ترک غسل رجلین کرده که دلالت به او قراءت نصب میکند و دلالت به این سنت میکند، این اتباع متشابه میشود و ترک محکم میشود. و یکفی فی معرفت ضلال من ضل عن الحق فی مسئله غسل الرجلین والاکتفاء بمسح ظهورهما، و کفایت میکند در شناختن گمراهی کسی که گمراه شده از حقیقت آیدی مسئله شستن پایها و کفایت به مسح بیرون پایها کردن. انهم حرموا انفسهم سیما التحجیل، ایشان خودشان را محروم کردن، خصوصا یعنی از صفت تحجیلی و این پوسفیده که قال فیها النبی صلی الله علیه وسلم، در مورد اینها پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که این امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، البته امتی مرا در روز قیامت پیشانی سفید و دست و پا سفید دعوت میکنند از اثری وضوء، یعنی دست و روی ایشان سفید شده است. اخرجه البخاری و مسلم، حدیث را بخاری و مسلم تخریج کردند. عن ابی هریره، نعم، و از ابو هریره، و انهم عرضوا انفسهم للوعید الذي جاء في قوله صلی الله علیه وسلم، ایشان باشند چیکار کردن؟ جان خودشون به یعنی که به جزایی که در قول پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده است چی پیشنهاد کردن؟ اونجا که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود ویل للعقاب من النار، یعنی عذاب بود برای صاحبان پاشنه‌ای که پاشنه هاشون چیکار نکردن؟ به آب تر نکردن، خوش ماندن از دوزخ یا که از آتش. اخرجه البخاری و مسلم. عن ابی هریره رضی الله عنه، حدیث را بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند. الخامس
یعنی فرض پنجم الترتیب، ترتیب است. فیجب غسل اعضاء الوضوء على الترتیب الذي جاء فی الآیه، واجب است شستن یعنی عضوهای طهارت میکرد دیگه به طرز ترتیب، یا به همون ترتیب که در آیات آمده است. و جاء فی فعله صلی الله علیه وسلم فی وضوء، در فعل پیغمبر صلی الله علیه وسلم در طهارت کردنش. فلا يجوز ان يقدم غسل الیدین على غسل الوجه، مثلا جایز نیست که شستن دستان را با شستن روی تقدیم پیش داند یا که پیش انجام دهد. و در مسح الرأس على غسل الیدین، و نه یعنی مسح سر را با شستن پایها مقدم داند و هكذا و همچنین دیگر. اما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى او الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح اجماعا. اما اگر مبادا دست چپش رو پیش از دست راست شسته باشه یا که پای چپ رو پیش از پای راست شستگی باشد، البته طهارتش درسته از روی اجماع علما و هو خلاف الاولا، البته این خلاف اولا است. حافظ ابن حجر در فتح گفت است که قال النووي گفت است که قاعده الشرع المستمره استحباب البداعة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. یعنی قاعده شریعت چنین آمده است، این قاعده بردوام مستحب است آغاز کردن به طرف راست در کل آن چیزی که از باب تکریم و از باب زینت باشد. و ما کان بضدهما استحب فيه التياسر، و هر چیزی که ضد این تکریم و ضد زینت باشد مستحب آن است که در آن چه از طرفی چپ آغاز کرده شود. قال واجمع العلماء على ان تقدیم الیمین فی الوضوء سنه. علما یعنی چه متفق شدگی هستند بگیم که جمع از علما بران هستند که تقدیم راست در وضوء سنت است. من خالفها فاته الفضل، کسی مخالف این سنت انجام دهد فضل و برتری از او فوتیده است. و تم وضوءه، یعنی که وضوء به اتمام میرسد. ثم نقل عن ابن قدامه فی المغنی، نقل میکنه از ابن قدامه در کتاب المغنی انه قال گفت است که لا نعلم فی عدم الوجوب خلاف، در واجب نبودنش ما یکون خلاف را نمیدانیم، یعنی که خلاف نیست بودی واجب نبودنش. وقد استدل الشيخ رحمه الله للترتيب بحديث ابدأوا بما بدأ الله به. شيخ الاسلام اینه برای ترتیب حدیث ابدأوا بما بدأ الله به را دلیل میگیرد. قال صلی الله علیه وسلم ذلك عندما بدأ بالصفا في سعيه، این پیغمبر صلی الله علیه وسلم هنگامی که در سعیش در وقت حج در بصفا آغاز کرد. والحديث بلفظ الامر جاء في سنن النسائي، حدیث بلفظ امر آمده در سنن نسائی و هو فی صحیح مسلم، این در صحیح مسلم هم آمده است ولی بلفظ الخبر، بلفظ خبر، و هو من حدیث جابر الطویل فی صفت حجه صلی الله علیه وسلم، در حدیث جابر آمده است، حدیث دراز در صفت و طرز و نمودی حج پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم. و فی داود چنین آمده است که فلما دنا من الصفا، وقتی که به صفا پیغمبر صلی الله علیه و نزدیک شد، قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله، این آیت قرائت کرد. البته صفا و مروه از مراسم های یکی از نشانه های عبادتی الله هستند. ابدأ بما بدأ الله به، من هم آغاز میکنم یعنی به همان چیزی که الله به همان در اینجا آغاز کردن. یکم در اینجا الله تعالی نام صفا را ذکر کرده، من صفا به طرف مروه سعی کردن چیکار میکنم؟ آغاز میکنم. فبدأ بالصفا فرقی علیه، بس به صفا آغاز کرد، بس بالای صفا برآمد کو حتی رأى البیت، حتی یعنی خانه را دید. و منظور اروان غلیل گفته شیخ میگه که اروان غلیل نگاه کن. و معنی قوله صلی الله علیه و سلم ابدأ بما بدأ الله به، قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که من به آن چیزی که الله آغاز کرده به همان آغاز میکنم. معنیش این است که ان الله لما ذکر الصفا والمروه قدم الصفا على المروه، وقتی که الله سبحانه و تعالی در مورد صفا و مروه گفت یعنی که صفا را از مروه چیکار کرد؟ تقدیم دانست یا که پیش ذکر کرد. فما بدأ الله به ذکرا بدأ به رسول الله صلی الله علیه و سلم بالسعی فی العهد،
چیزی که الله سبحانه و تعالی ذکرش را یکم ذکر کرده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم در وقت سعی کردن فعلا به همان آغاز کرده است. السادس فرض ششم الموالات پی در پی و هو ان یوالی بین الاعضاء فی الغسل فلا یغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء إلا إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب فإنه لا يؤثر. یعنی باید که میان عضوها را در شستن نزدیک قرار دهد. مثلا نشود که بعضی عضو را بشوید و بعد مشغول شود که خود را باز دارد از دوام دادن در طهارت کردن، مگر اگر همین مشغول شدن برای یک چیز فوق العاده اندک باشه، مانند گشادن دری که به اون نزدیک است، این چنین یعنی که در وضو یگون تأثیر نمیرساند. و یدل لوجوب الموالات حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه، یعنی دلالت میکنه به واجب بودن موالات، یعنی پی در پی حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه که ان رجلا تودع فترک موضع ظفر علی قدمه، یک نفر طهارت کرده به مقدار پشت ناخن بیم جای را در قدمش ترک کرد، یعنی که همونجا به آب نرسان. فابصره النبی صلی الله علیه وسلم فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم او را دید، گفت که ارجع فاحسن وضوءک، برو طهارت عناف کن، یعنی که درست کن. فرجع ثم صلی، برگشته بعد از آن نماز خواند. اخرجه مسلم روایت کرده. و حدیث رجل من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، و حدیث یک نفر از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان النبی صلی الله علیه وسلم را رجلا یصلی، یک نفر دید که نماز میگذارد، و فی ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، بیدید که در قدمش یک چیز میدرخشیدگی به مقدار درهم که آب به اونجا نرسیده است. فامره النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او امر فرمود ان یعید الوضوء، وضوش از نو کند و نماز را. اخرجه ابو داود، حدیث ابو داود روایت کرد. وانظر ارواء الغلیظ، این کتاب را بنگر. و وجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالات ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من ابصر على قدمه شيئا لم يصيبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصيبه الماء. مثلا مثال گیریم دلیلی از این دو حدیث با واجب بدون موالات آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم یأمر، همون کسی که در قدمش دید یک چیزی را که آب به همون جا نرسیده است، امر نکرد و به شستن همون جایی که آب نرسیده است امرش نکرد، بلکه او را امر کرد به اعاده وضو. ولو كانت الموالات غير واجبة كفاه ان يغسل الموضع الذي لم يصيبه الماء. اگر یعنی که موالات یعنی که پی در پی واجب نمی بود، برای او کفایت میکرد که همون جایی که آب نرسیده است بشوید و چیکار کنه، نمازش داونده. ولی این خیلی نکرد، او چیکار کرد، وضو را از نو ساخت. این است. بارک الله فیکم. یعنی فرضهای وضو از کتابی ماذا شرح شروط الصلاة و ارکانها و واجباتها، ازانی شرح ازانی شیخ علامه عبدالمحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.